سلام درود، خوش اومدید به این ویدیو. امروز اومدیم با قد بلندترین کشیکچگیران تاریخ. امیدوارم از این ویدیو لذت ببرید. لایک کامنت ساب فراموش نشه. بزن بریم. نفر اول لیست ما آندرتیکر دد من با قد 2 متر و 10 سانت. ببینید نفر اولش آندرتیکره، نفر آخرش دیگه چه سمی میخواد باشه خدا. میگفته خیلی آندرتیکر از خیارم میترسید. کامنت بهم بگید. نفر بعدی کین د بیگ رد مانستر، مرد آتشین رینگ کشتی کرد که این هم کشتی میگرفت هم شهرداره با قد 2.13 سانت. نفر نهم لیست است. نفر بعدی بیگ شو بازم با قد 2.13 سانت. نفر هشتم لیست ماست. نفر بعدی د گریت کالی با قد 2.16 سانت. گریت کالی هندی یه قهرمانی جهانی داره و با کسایی مثل بیگ شو، آندرتیکر از و جان سینا رایوالی و درگیری‌های شدیدی داشته و خیلی از اونها مرده. نفر بعدی کیپ کریستیانسون بازم با قد 2.16 سانت، بسکتبالیست بازنشسته که به دنیای کشتی هم اومده بود. نفر بعدی جاینت سیلوا با قد 2.18 سانت که جاینت سیلوا تو ورزش‌های رزمی هم بسکتبال هم رفته. نفر بعدی ران ریز بازم با قد 2.18 سانت که یک کمربند جهانی بود. نفر بعدی غول نیجریه‌ای اوماس با قد 2.21 سانت. اوماس واقعا مارم مونده چجوری تو ماشین جا میشه. یه مدت هم بادیگارد ایجی استایلس بود که خدایی الان به استایلس میاد این بادیگاردش باشه. استایلس تو کمرشه. یه مدت هم درگیری داشتن و جدا شدن و اوماس با بابی لاشلی هم یه درگیریایی داشت که فکر کنم اوماس پیروز شد. نفر بعدی آندر د جاینت، مرحوم آندر د جاینت با قد 2.24 سانت. آندر د جاینت فرانسوی که یکی از بهترین رایوالیش فکر کنم رایوال با همون هالک هوگن بود. آندر جاینت به خاطر مشکلات قلبی فوت شد. و نفر آخر ما جاینت گونزالس آرژانتینی با قد 2.31 سانت و همون خورخو گونزالس که جاینت گونزالس با آندرتیکر هم سری درگیری داشت که آندرتیکر به خاطر مسئولیت شهید بازی رو برد و امیدوارم از این ویدیو لذت ببرید. تا ویدیو دیگه فعلا.